یکی قانون تاجیکستان است یکی قانون اون است. این مرد که میگوید منصبداری حکومت پیشین افغانستان بود و اکنون پناهنده دیرینه در تاجیکستان است. حالا او را از حق پناهندگی هم محروم کردند. برای آن که نه در شهر وحدت بلکه دوشنبه زندگی اختیار نمود. ما در مقامات بالایی به حساب کار میکردیم، پراکرور بودیم و تا رتبه 2 کار کردیم. بعد از اینکه پدر مرا کشت، همونجا دشمنا بود دیگه، میخواست که مرا هم بکشه. ما موقع غنیم چی کردیم؟ و نمو بود که بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا یونیورسیته خوانده بودیم. عبدالمطالب با 4 فرزندش سال 2009 از کابل به دوشنبه آمد. فرزند پنجمش در تاجیکستان تولد شده، حالا 14 ساله است. با او و فرزندانش گفتند که به اجازه در دوشنبه زندگی میکند. وی میگوید اینجا کار و درآمد پیدا کردن آسان‌تر است. در وحدت 9 سال زندگی کردیم. اول خو آمده بودیم، هر چیزی که داشتیم امور رفت، چند سال مصرف شد. از ساعت 6 تا ساعت 2 بجه کار میکرده دوشنبه. حالی برای یک خو باید بره و باز امو پولی که میگیره ایلیک امور همه گی در پولی مصرف کنه تا وحدت بره، امور در ارینت مصرف کنه، امور در چی مصرف کنه نمیشه. این مرد که 65 سال دارد ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. فرزندش نیز ختم کرده بخش مناسبت های بین المللی همین دانشگاه است. مدت در سفارت افغانستان کار کرده است و حالا بیکار است. من میخوام کار کنم، اکنون وضعیت زندگی کمتر دشوار است. من میخوام که پدر مادر کمک کنم. که وقتی من مراجعت میکنم مرا میگن اوجت. حقوق شناسان میگویند پناهندگان در جای معین کرده حکومت باید زندگی کنند. ولی راهی حل مشکلی این عائله آن بوده میتواند که دولت تاجیکستان برایشان شهروندی تاجیکستان را دهد. اما اینجا هم مشکلی حقوقی وجود دارد. شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تنها در حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده میتوانستند اگر بین ما و افغانستان، بین تاجیکستان و افغانستان شرطنامه اگر داشته باشند. ولی این گونه شرطنامه وجود ندارد. این یگانه پناهنده افغانستانی نیست که در حال بی‌سرنوشتی به سر میبرد. در گذشته نیز چنین موردها زیاد روی داده است. بیشتر زیاده از 10,000 مهاجر افغانستانی تلاش میکنند که به کشورهای غربی راه یابند. ولی برای آنهایی که مثل این خانواده میخواهند در تاجیکستان مقیم شوند، مشکلات زیادی حقوقی پیش می آید که هنوز حل خود را نیافتند.